أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على من يسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وعشيرته إلى الأبد. السلام عليكم برادران أهل الإسلام. روز شریف جمعه را از برای جمیع شما تبریک و تحیت میگویم و از درگاه خداوند متعال از برای جمیع شما و جمیع امت محمد صلی الله علیه و سلم سربلندی دنیا و آخرت را تمنا دارم. آمین. راستی که تقلیدی شرعی را با قدری باید شاید با شما حل فصل نمودیم. گفتیم که بعضی جاهاش ما بعضی مسائل ماند است، اما از بس که صحبت بسیار طولانی شد از همین خاطر گفتیم که به همین اکتفا میکنیم و انشاءالله به شما وعده کردیم که درباره حیات و فعالیت و مرتبه و منزلت حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله با شما این هفته صحبت خواهیم داشت. راستی که فضیلت، آبرو، عزت و شهرت این امام بزرگ به حدی است که دیگر احتیاج و توصیف و تعریف ندارد. شخصی که هنوز در زمان حیات بودنش چه دوستان و شاگردان و چه بدخواهان و دشمنان در نزدیکه‌های او سر تعظیم فرود آورده بودند و او را از بزرگترین فقهای عصر می‌حسابیدند. امروز متاسفانه مورد مذمت و بدگویی یک عده بیخیردان گشته است. از این خاطر است که سؤالها زیاد می‌رد در موضوع امام اعظم ابو حنیفه که این چی مرد بود، چی نوع زندگی کرد، چرا ما تقلیدی به مذهب او را اختیار نموده‌ایم، چرا امام اعظم گفته می‌شود. من بار تحقیق کردم که یک جوانک بی‌فراست گفته است که برای چی امام اعظمش میگی؟ امام ابو حنیفه میگه این کافی است. حالا که این مرد در طول حیات خویش اعظم بودن خدا، بزرگ بودن خدا و مراتب چندین بارها اثبات کرده و تمام علمای اهل سنت و جماعت کسانی که در زمانش میزیستند و اونهایی که بعد از این امام بزرگ پا به عرصه هستی گذاشته‌اند و اعظم بودن او و بزرگتر بودن او همه اعتقادمند. در صحیح مسلم یک حدیث روایت شده از حضرت ابو هریره رضی الله عنه راوی امت اسلامی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس او من ابناء فارس حتی یتناوله. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر علم روایت امام احمد است، ما از مسلم بودیم در صحیح مسلم که امام است، اگر دین در نزد ثریا باشد، ثریا که از سیاره های دورترین نسبت زمین بلندترین به حیثیت یکی از مردای فارس یا یکی از فرزندای فارس البته با او دین یا اگر در روایت امام احمد بگیریم با او علم
میرسند و اون رو میگیرند. و حدیث متفق علیه آمده است، حدیثی که بخاری و مسلم روایت میکنند. روایت از حضرت ابو هریره رضی الله عنه: كنا جلوسا عند رسول الله صلی الله علیه و سلم. روزی میگوید در نزد پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم نشسته بود. فأنزلت عليك سورة الجمعة استعذ بالله والآخرين منهم لما يلحقوا به. در همه اصلا میگوید از جانب خداوند و محمد صلی الله علیه و سلم سوره جمعه نازل شد که در ضمن یکی از آیاتاش خداوند بزرگ می‌فرماید و آخرین منهم، یعنی کسانی که از اینها بعدتر میآیند لما یلحقوا بهم، نمیرسند هرگز به شخصهای اولا. یعنی که بعضی جوانمردایی هستند که اونقدر پیش خدا و پیش پیغمبر مرتبه و منزلت پیدا میکنند که بعدی‌ها دیگر این مرتبه و منزلت را دسترس کردن نمیتوانند. فقال رجل من هم یا رسول الله، یک مرد میگوید از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید که اونها کیها هستند یا رسول الله، یعنی اون کسایی که دیگر شخصای بعد می آمدگی به اونها نمیرسند. در روایت امام بخاری آمده است که قلت، گفتم میگه حضرت ابو هریره همون سؤال فقط استاد میگه که من گفتم که من هم یا رسول الله، ای رسول الله اینها کیها هستند؟ این بزرگمردانی که دیگر بعدی‌ها به اونها نمیرسند. فلم یراجعه حتی سأل ثلاثه. پیغمبر میگه در ابتدا با اون مرد سؤال نکرد تا اینکه 3 بار مراجعه، 3 بار سؤال کرد، 3 بار از این مسئله سؤالش کرد. و فینا سلمان فارسی، حضرت ابو هریره میگوید در نزد ما سلمان، حضرت سلمان فارسی نشسته بود. فوضع یده علی سلمان ثم قال، وقتی که باری سید سؤالش کردن که اونها کیها هستند، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دست مبارک در بالای گوش سلمان گذاشت. ثم قال، بعد از او فرمود لو كان الإمام عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. اگر گفت ایمان در نزد سیاره ثریا باشد، یعنی بینهایت دور و دستمارس باشد، البته یک گروه از مردم و در یک روایت دیگر آمده است که مرد از زمره ایشان یعنی از اهل فارس میرسند و ایمان میگیرند. غرض از آوردن این احادیث چیست؟ حضرت علامه جلال الدین سیوطی، مفسر، محدث، فقیه معروف اسلامی که اصلا حنفی مذهب نیست، وقتی که ما وصف صفت حضرت امام اعظم میکنیم کوشش میکنیم که قول و الفاظ مردای بزرگی را که حنفی مذهب نیستن بیاریم، تو نگویم که هم مذهبای خودش هستن از همین خاطر بادام که با خریداش هستن تعریف توضیحش نداریم. حضرت جلال الدین سیوطی مرتبه و منزلتش در اسلام معروف و مشهور است. حضرت گفت این مصداق هذه الاحادیث التي اخرجها البخاری و مسلم و غیرهما هو الامام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. او بشک مصداق این احادیث، تصدیق کننده این احادیث که این احادیث امام بخاری، امام مسلم و دیگر محدثان روایت کردند، حضرت امام اعظم ابو حنیفه است. یعنی همون سخنی که پیغمبر گفت که لناله رجل من هؤلاء، مرد از اینها یعنی از اهل فارس میرسد و علم و دانش و ایمان به دست بیارد، امام اعظم ابو حنیفه است. مصداق قول پیغمبر حضرت امام اعظم است. و یک
سیوطی در حاشیه ذکر کرده است علا شک فی. در این سخن استاد ما میگه که ما شکلی نیست، لأنه لم يبلغ أحد من أبناء فارس في العلم مبلغا. چرا؟ زیرا که هیچ نفر از فرزندان فارس مرتبه و منزلتی را که حضرت امام اعظم ابو حنیفه کسب کرده در علم کسی کسب نکرد، کسی با خود درجه و منزلت نرسیده است. پس مصداق احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت امام اعظم ابو حنیفه است. این شخص بزرگ سال 80 هجری در شهر کوفه در عائله ثابت ابن زوکی یا بر روایت ثابت ابن مرزمان هم یک شخص صالح به دنیا آمده است. شهر کوفه واقعا شهر علم بود، شهر دانش بود، بزرگترین مرکز علمی مسلمانان همه عصر زمان بود. وقتی که ما درباره کشورگشایی مسلمانان در عهد خلافت حضرت عمر با شما صحبت داشتیم، اما وقتی ذکر کرده بودیم که با امر حضرت عمر شهر کوفه تأسیس داده شد. قبل از جنگ قادسیه با امر حضرت عمر شهر کوفه را تحریزی کرد. مسلمانان برای آنکه پایگاهی داشته باشند شهر کوفه را ساختند. یعنی تاریخ بسیار قدیم ندارد مثل دیگر شهرها، اما از پس که مسلمانان از اطراف و اطراف به این شهر می آمدند و احتیاج به علم و دانش داشتند، حضرت عمر رضی الله عنه یک عده از معلمان را از برای تعلیم و تعلم ایشان به شهر کوفه ارسال نمود که در رأس آنها حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه است. حضرت عبدالله بن مسعود صحابی پیغمبر فقیه امت میگفتند فقیه امت اسلامی است. حتی حضرت حذیفه بن یمان صاحب سیر پیغمبر میفرماید ما کان رجل اشبه برسول الله صلی الله علیه و سلم هدیا ولا دما من عبد الله بن مسعود. هیچ شخصی میگوید از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از روی هدایت نمودن و دلالت و کار خیر کردن مردم از عبدالله ابن مسعود شبیه‌تر به پیغمبر نبود. مکتب تعلیمی رسول الله صلی الله علیه و سلم که خوب از صدر دارد، همون چنانه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردم را دلالت به خیر میکرد، هدایت میکرد به سوی راه راست، حضرت عبدالله بن مسعود نیز همچنان عمل میکرد. بسیار شبیه بود در تعلیم دادنش، در دعوت کردن مردم به حضرت رسول الله. از این خاطر حضرت عمر به واسطه ابن مسعود فرستاد که به مردم تعلیم ده، تعلیم قرآن، تعلیم احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم تا از اسلام باخبر بشن، صحیح دین کنند. و وقتی که عبدالله ابن مسعود به شهر کوفه آمد شروع به تعلیم نمود. در روایات صحیحه آمده است که عبدالله ابن مسعود در مدت چند سال 74 شاگردی بر کمال تیار داد. تصور کنید 74 عالم بعد باقی داشت. حتی در بعض کتب آمده است که 4000 شخص از مکتب علمی عبدالله ابن مسعود محرم است. اگر شما تصور کنید که شهر کوفه چی نوع شهر داشت. وقتی که حضرت علی در زمان خلافتش شهر کوفه را مرکز خلافت اسلامی تعیین نمود، در شگفت رفت. از بسیاری علما، از بسیاری قرآن، از بسیاری محدثین و در حق حضرت عبدالله بن مسعود دعای خیر کرد که رحم الله ابن عبد قد منع هذه القرية علما. گفت رحمت خدا عبدالله بن مسعود که واقعا این دیه را کوفه را بالامان از علم کرده است، پر از عالم و دانشمند کرده است.
حتی حضرت به حد وجدش آمد وقتی که شاگردای عبدالله بن مسعود الله خود گفت اصحاب ابن مسعود سرج هذه الامه. اصحاب عبدالله بن مسعود، شاگردان عبدالله بن مسعود چراغ‌های این امت هستند که مردم را رسول راه حق هدایت می‌کنند. اگر تصور کنید که حضرت امام اعظم در چنین شهر تا به عرصه هستی گذاشت، سال 80 در صورتی که در شهر کوفه بعضی از صحابیای پیغمبر صلی الله علیه و سلم سکونت داشتند، بعضی دیگر اگر چنده که سکونت دائمی نداشتند اما عادتا زود سفر کرده و به کوفه می آمدند. از این لحاظ اکثر علما و محققین تأکید میکنند که حضرت امام اعظم ابو حنیفه از زمره تابعین است. تابعین شاگردای صحابیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و بعد از صحابه ها در مرتبه و منزلت دیوم در بین ملت قرار دارند. و گفتیم که با قول اشخاصی را بیاریم که منسوب به مذهب امام اعظم ابو حنیفه نباشند، زیرا تمام علمای حنفی معتقد هستند که حضرت امام تابعی است، کسی اختلاف ندارد. اگر شما بیایید ببینید شخصایی که شافعی مذهب هستند متعلق به دیگر مذهب‌ها هستند نسبت حضرت امام اعظم چی میگویند در این مورد؟ حضرت ابن حجر خیتمی مکی که اصلا شافعی مذهب است، قانون بزرگی است، در وصف و صفت حضرت امام اعظم یک کتاب نوشته است، الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفه النعمان. در همین الخیرات الحسان تاکید می‌کند انه ادرک جماعة من الصحابه رضی الله تعالی عنهم كانوا بالكوفه بعد مولده سفرانه. میگوید به شک و تردید حضرت امام اعظم ابو حنیفه یک عده از صحابه‌های پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نمی‌شناسند. اونایی را که بعد سال 80 یعنی بعد تولد حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله به کوفه آمدند. بعد خیال می‌کرد نام یک چند نفر كأنس بن مالک و جابر بن عبدالله و عبدالله بن ابی اوفا و عبدالله بن الحارث بن جزء و عبدالله بن انیس و ابی طفیل و واسلة بن اسقر. 7 نفر نام رسول، 7 نفر صحابیان پیغمبر که حضرت امام اعظم ابو حنیفه با اینا واقع است. از بعضی هاش حتی حدیث شنیده است، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد تحقیق میکنه فإنه من طبقة التابعین، پس بیشک حضرت امام اعظم ابو حنیفه متعلق به طبقه تابعین است. چرا ما این مدت را تحقیق میکنیم بچه‌ها؟ زیرا از امام‌های اربعه فقط حضرت امام اعظم منصوب به تابعین است. از این خاطر است که او را اعظم گفتند، بزرگترین امام اربعه. تابعین یک درجه و منزلت بسیار بزرگ است. چرا ما با این تحقیق میکنیم؟ چون بعضی علمایی که خیاسان و بی‌بصران بسیار بیارن خاک پای امام اعظم ابو حنیفه نمیشود. اگر این رو دانشی حضرت امام یک بزرگواران فقط تابعین داشت، از اونها هزاران مرتبه درجه و منزلت چطور میکنن؟ شما را خوب درک کنید. ولم یثبت ذلك لأحد من ائمة الامصار المعاصرین له. و میگوید همین تابعی بودن از برای هیچ یک امام دیگر ثابت نشده است. امامایی که در عهد حضرت امام اعظم رحمه الله زندگی میکردند تابعی بودن اونا به ثبوت نرسیده است. کالاوزاعی شام، مثل حضرت امام اوزاعی در عهد زندگانی حضرت امام اعظم در شام
عالم کلانتری و زندگی میکرد اون تابعی نیست. هیچ صحابی پیغمبر را در نیافته است که صحبت نکرده است. و حماد بن سلمة البصری همچنین یک عالم بزرگی در بصره میزیست در زمان حضرت امام اعظم، اما او هم مفتخر به صحبت صحابه پیغمبر نشست. حماد بن سلمة و از ثوری بن کوفه حضرت سفیان ثوری معاصر حضرت امام اعظم یکی از رفقاش داشته بود، اما او هم به درجه و منزلت تابعی نرسیده. و مالک بن مدینه حضرت امام مالک بن انس یکی از ائمه اربعه در مدینه منوره میزیست، اما هیچ یک از صحابه پیغمبر در نیافته است. و لیث بن سعد بمصر یک عالم بزرگی در مصر میزیست به نام لیث بن سعد، او نیز از تبع تابعین است، از تابعین نیست، فقط حضرت امام اعظم از میان این ائمه معروف مفتخر به لقب تابعی گشته است به همین درجه بزرگ. فهو من اعیان تابعین. باز تأکید بکن حضرت ابن حجر الهیثمی که او از اعیان تابعین است، یعنی از بزرگای تابعین است این شخص حضرت امام اعظم. و تابعی بودن حضرت را از میان علمای معروف و مشهور مسلمان ابن سعد در طبقات الکبری، ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه، علامه شمس الدین ذهبی در تذکرة الحفاظ، علامه قسطلانی در ارشاد الصاری شرح صحیح البخاری. من با تحقیق میکنم که اینا یکم نفرش متعلق به مذهب امام اعظم نیستند. تمام حنفی مذهب معتقد هستند که حضرت تابعی بود، اما این بزرگان کسایی هستند که با یک مذاهب متعلقند، اما تابعی بودن حضرت امام اعظم را ثابت کردند. و النووی فی تهذیب الاسماء واللغات، حضرت نووی در کتاب تهذیبش ثابت کرده است. و السیوطی فی تمییز الصحیفه، امام سیوطی در کتاب تمییز الصحیفهش ثابت کرده است که حضرت که از تابعین بود. پس در این هیچ شک و تردیدی باید نباشد که حضرت امام اعظم ابو حنیفه از تابعین است. از بس که پدرش ثروتمند بود، امکانیت داشت، در خوردی از برای او یک کاری را پیدا کرد که در یک مدت اندک شما تصور کنید که حضرت امام چی فهمی داشت. در یک مدت اندک قرآن را پره فراموده بود، حافظ کل قرآن داشت، اما بعدتر در کسب و کاری پدرش کمک میکرد در بازار، از این لحاظ دیگر به تعلیم علم و طریق تخصصی دست نزد، اما قاری حافظ قرآن بوده دیگر با آموختن دیگر علمها و قدر اشتغال نرسد. در بازار و تجارت مشغول بود. پدرش یکی از تاجران کلانترین کوفه حساب می‌شد. در تجارت خز نام یک متاع، بگیم این متاع‌های قیمت بهاترین حریر و خز، حضرت امام اعظم پدرش کمک میکرد بزرگترین تاجر در کوفه حساب می‌شد. و بسیار شخصی امانتدار بود، شخصی رحمدل بود، در تجارت خیانت نمیکرد. در خبر آمده است که التاجر الصدیق الامین یحشر یوم القیامه مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. تاجری که راست قول و امانتدار است فردا روز قیامت همراه پیغمبران، همراه صلحا، همراه صدیقها، همراه شهدا حشر می‌شود. از این خاطر هم خداوند ببینه عنایتش کرد آخر الامر رو به سوی علم می‌ذاشت. در چند مثالی از امانتداریش، از انصافش، از جوانمردیش به شما بگوییم و انشاءالله صحبت ما دوام می‌دهیم. یکی از شناسهاش روز به حضرت امام مراجعت کرد، رفیقش بود و یک لباس برای او سفارش کرد، یک کارتری میگه سفارش کرد.
و صفت او لباس کرد که باید چنین چنان باشه و چنین علم داشته باشه، علامتا داشته باشه. روز حضرت امام شخصی را بعد یا رفیقش فرستاد گفت بیا کفته بگیر، یا لباس را تیار کردم. آمد و اون لباس از فرمایش خود بهتر و خوبتر گرفت، بسیار وقتش کشید. گفت یا امام قیمت این چند است؟ امام میگه بسیار قیمت درمان دارد. گفت 1 درهم. در تعجب افتاد، گفت تو مرا استهزا میکنی، مسخره میکنی؟ نخواه همه مال 1 درهم قیمت داشته باشه، هیچ باور نمیآید. گفت من از همین لباس تو کار گرفته باشم و قیمت 20 دینار و 1 درهم، هر دوشا با هم 1 قیمت گرفته. یعنی تو کتر یک بار کتر سودا کرده 20 دینار و 1 درهم گرفته. همین سحر گفت 1 کتر 20 دینار فروخته، 1 دونش. اگه 1 درهم دیگه از پول من مانده است، من از رفیقان پولی زیادتر نمیگیرم. همین 1 درهم دیگه بوده، همه همون خراجات که من کرده بودم برای خریدنش تمام میشه. امروز متاسفانه اکثر تاجرای ما وقتی که شناسا شدیدن و خدا میده شد، برای که بیچاره روی خاطر میکنه دیگه معلوم کنم نکنم، نرخ ارزان نکنم و همین برای اینقدر گرفتار شدیم. جوانمردی این نوع شما را دارم. جوانمرد قسم به خدا در بازار هم جوانمرد است، در مسجد هم جوانمرد است، در معرکه هم جوانمرد است، در همه خانه هیچ هم جوانمرد است. این یک صفاتش حضرتی. بار یک زن در مشروع افتادن است، یک لباسی خیلی آورد از برای فروختن. پیش حضرت امام آوردی همه لباس از من خریداری که من احتیاج به پول دارم. گفت چند است ایرانی؟ او زن گفت 100 درهم. 100 درهمش 10 دینار میشه، شاید زیاد میشه. حضرت گفت قیمت این کرتا بسیار گران است، تو قیمت این را نمیدانی، ارزان میفرستی و بخره یعنی ارزان میفرستی که قیمت معین بود. او زن و عرمدار گفت 100 درهم. او خواهد آیا ارزان میفرستی، تو قیمت تعیین نکرده. گفت 300 درهم. هر برای معاملت موقع در دور زیاد میرسد. گفت کل کم است. او زن گفت تو مرا مسخره میکنی، ما همون 100 درهم روزی است، تو مرا مسخره بازی کرده است. گفت خواهر برای یک مردی محرم که بگی بیرون، یک شخصی مالشناس باشه، اما خودش تجارت میکنه. خیلی زن یک محرم شاورد و 500 درهم حضرت امام همون مال خرید. مال یکی با 100 درهم صاحبش راضی بود که از دستش بگیره، بگیره از دست که قیمت همون مال با 500 برسید. تا کدام درجه جوانمردی و مروت باشد. از این خاطر بود که خداوند عبارتش فرمود روز از نزد عامر ابن شرحبیل رحمه الله که با تخلص شعبی در اسلام معروف است، در عالم اسلام میگذشت. امام شعبی 500 نفر صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدن که از آنها علم آموختند. آمد با ادبانه سلامش داد. امام شعبی گفت ای جوان با کجا رفته آدابی؟ با کجا میروی؟ گفت با موضوع. گفت غرض من این است که پیش کلام عالی میروی، با کی همنشینی داری، از کی سبق میآموزی؟ گفت از هیچ کس. الان پیش کلام هیچ یک عالی نمیروی. گفت ای جوان از وجاهت تو زیرکی بویده است. این استعداد خداوندی را زیر پا نکن، یک نعمت خداوندی است، عمر ضایع نکن، موضوع نمیگریزد. باز در پیش یک کس قبول نمی‌کنه. و همین سخن امام شافعی آنچنان تأثیر عمیق در حضرت امام رسانید که در اندیشه که پیش پیر بود. گفته که کوفه شهر علما بود، کوفه شهر فضلا بود، مالومار عالم و طالب علم‌ها بود. شیخ ابو محمد امام هرمزی در کتاب معروفش المحدث الفاضل روایت میکنند از انس بن سیرین، یک عالم بزرگ، آتیت الکوفه فوجدت بها 4000 یطلبون الحدیث
و 400 حدفته. میگه وقتی که شهر کوفه اومده تا در اون زمانه حضرت امام اعظم اومده میگه در تعجب افتاد بود 4000 شخص را میگه به طلب حدیث مشغول 4000 شخص حدیث 400 فقیه که اصول فقه هست که ادام مردم درس میدن این یک شهر کوفه مکان بزرگوار و مکان علما بود. این شهر علقمه و اسود و بزرگترین شاگردان حضرت عبدالله بن مسعود. این شهر ابراهیم نخعی بود، شهر شعبی بود، شهر بود که در او عبدالرحمن بن حماد بن ابی سلیمان زندگی میکرد. حضرت امام اندکی اندیشه کرد کتاباش گرفت نزد حضرت حماد آمد. حماد بن ابی سلیمان شاگرد معروف حضرت ابراهیم نخعی گفت میخواهم در نزد تعلیم علم کنم. اونم به دل جان قبولش کرد و آنچنان به علم داده شد روستا بیگاه در نزد استادش تعلیم علم میکرد برای کفایت نمیکرد. شبا هم در پهلوش نشسته و درس میکرد. دیگر با تجارتی بزرگ کمتر اعتبار میداد. مالی خود به مزاربه داده بود، یعنی که شخصایی را وکیل تعیین کرده و حالا با مزاربه داده بود که ما تجارت میکرده لیکن هم کمتر منفعتی که میدید. در دکانش بگیم یک شخصی را شمانده داد تا اینکه تجارتی را در جانبش بکارد و خود به تعلیم و به تعلم مشغول گشت. آنچنان حلقه تعلیم بود. حتی در مناقب حضرت آمده است امام حماد میگوید یک خروسی داشته در همه اول شب صدا میکرده است در پاس اول شب. وقتی که میگه هم صدای خروس که بلند میشد امام حماد بن ابی سلیمان هم کسی حسابش دیگه به جای رسیده به موقع میشد و خروس تا میگه تعلیم و تفقین و موضوعات بسیار مشکل است. کتاب نگریستن و درس دادن بسیار مشکل است. از این خاطر همین صدای خروس که برای میشه میگه که امروز فرام درس کرد او پیام حضرت میگه و همون خروس نزدیک میشید و میگه عجب خروسی شومی هستی خدا جزایی بدت بکن متا خروسی بدبخت در اول شب سبب کرد. اوکی وقتی سبب دادن خروس پیش از دمیدن زمین سوری کرد و بینه چقدر رای رفت و تعلیم و آموختن علم داشت و در زمان زنده بودن استادش اونچنان مرتبه و منزله که یافت نامش نه فقط در کوفه بلکه در بسیاری از ممالک شهرهای اسلامی معروف و منتشر داشت. حضرت بر زمین حماد بن ابی سلیمان نزد دیگر بزرگان میرفت علم آموخت. از جمله علم حدیث در نزد امام شعبی و در نزد اعمش می‌آموخت. باره در حضور امام اعمش نشسته بود. اعمش یکی از محدثین بسیار بزرگ است. حضرت علی بخاری همین را روایت کرده است و روایت از ابن حبان هم آمده است. میگوید دو خواست یک شخص آمده سؤال کرد از اعمش. اعمش به امام مراجعه کرد گفت یا ابو حنیفه جواب این نمیدهی. از شاگرد شروع به جواب گفتن. دیگر اعمش مطمئن بود وقتی که پاسخ حضرت امام دید و تمام دلایل قرینه دلیل اول از قرآن می‌آورد بعد از احادیث می‌آورد چگونه امور را به همدیگر مثلا موافق می‌سازد. گفت یا ابا حنیفه من این اخذت هذا؟ یا ابو حنیفه من در حیرت موندم دلیل را از کجا گرفتی؟ تو چی سوالی من به کجا گفتی؟ خلقی ما از کجا گرفتی؟ حضرت گفت انت حدثتنا عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. گفت یا امام تو ما حدیث گفتی حدیثی که ابو صالح از حضرت ابو هریره روایت کرده است پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنین گفت و عن ابي وائل عن عبد الله
علیه و سلم کذا و کذا و تمام و من حدیث کردیم از مثلا دلیل را از خود گرفتم از ابو وائل که از حضرت عبدالله روایت کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنین نشان گفت وعن أبي ميشاس عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا گفت خودت روایت کرده که حضرت ابو میشاس از حذیفه بن یمان از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین روایت کرد مبینه دلیل را چه مقدس کرد وعن ابي ذبيب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وجاء إمام محمد روايته خدمت أسلام حضرت أعماش حسبك أساسه كويس ما حدثتك به في 100 يوم حدثتني به في ساعة واحدة اون چیزی که من در مدت 100 روز از برای تو تعلیم دادم در 1 ساعت همه شد پیش من بیان کردید درسی 100 روز اینجا در 1 ساعت همه شد در پیش من بیان کردید وقتی کار کرد انتم یا معشر الفقهاء الاطباء و نحن الصیادین و شما ای گروه فقها شما طبیب هستید طبیب امراض شما هستید ما محدثین داروسازان هستیم دارو تیار میکنیم برای شما و شما موافق همون داروها درد مردم دوا میباشید یعنی که مرتبه فتوا از برای شما شایسته است بعد از اون حضرت امام مراجعه به مشاهیر داشت گفت فانت ایها الرجل اخذت بکلا طرفین ای مردی بزرگوار تو از هر دو او نصیب است خداوند از هر دو طرف است در هم طبیب هستی و هم داروساز هم حدیث روایت میکنی و هم از طریق قدر در خودرار هستی که فتوا میکنی این سخن اعمش است استاد حضرت امام اعظم شاگرد شدید آقا است در زمانی که ولی حضرت امام اعظم ولی جواب ولی با اوج کمال علمی خود نرسیده بود این که شخص معروف و معتبری میشه و سبب این در استاداش بوده نیست حضرت به حد نسبت استادای هشت مهربان بود به حد اونا را دوست می‌داشت که بار در حیاتش پاش طرف خانه حرام ابن ابی سلیمان استادش نماز می‌خواند است عدم ببینید اون مردایی که به جا و مرتبه میرسند چنین شخصا هستند که احترام علم احترام استاد به جا می‌برند دعای خیلی استاد می‌گیرند که خداوند به این درجه و معذرت می‌رسند و بیان نموده است که از زمانی که استاد مهربان من حماد از دنیا گذشت هر بار بعد از نماز اول برای استاد دعا میکنم به برای قدم مادر زیرا حق استاد از حق پدر مادر بیش است استاد تعلیم علم بیش است و در طول حیات خود بیش از 30 نفر باید روایت 36 باید روایت 40 نفر علما و مشتهیان تیار کرد حضرت امام چنان علمشون آموزان چنان نسبت شاگرداشان بهرمان کرد حضرت امام ابو یوسف که بعدا قاضی القضات شد سردار قاضیای خلافت عباسی بزرگترین عالم عصر زمانش میشد شاگرد حضرت امام اعظم فقیر کامل بود خود بیان میکند که مدت 20 سال حضرت امام من و اهل بیت من خرام است هم دنیا را من حضرت امام خرام هم آخرت و وقتی که امام ابو یوسف آدم معروف و مشهور داشت مسکن امام اعظم ابو حنیفه را در سراسر عالم منتشر کردند نام استادان همون شاگرداز نمیدونن و یک روایت ختم میگویند که صاحب 2 میلیون دینار شد سرمایه اون 2 میلیون تنگه طلا بود ولی از اون پرسیدند که چی آرزو داری از این دنیا گفت
یگانه آرزوی من همین است که خداوند میسر بود بگردم که اگر یک بار دیگر در مجلس حضرت استاد نشستم، یک بار دیگر صحبت استاد گوش بکردم، قسم به خدا من راضی بدم که در عوضش 1 میلیون تنگه تیرا بود. این است محبت بین استاد و بین شاگرد. و حضرت وقتی که حضرت امام اعظم وقتی که خود استاد شده و بالش استاد مهربان زنده بود، ولی در دلش آرزو افتاد که من در حلقه علمی اداری بسازم یا مکتب علمی شاگردان قبول کنم و درس تدریس مشغول شدم و همین نیت داخل مسجد شد. دید که هوا در یک گوشه شیشت مویری 6 صفحه چیزی شاگرداش در اطرافش شدید. دل حضرت امام فشرده شد تا همه حد استاد جلوس می‌کرد. آمد در حلقه درس 6 تا زمانی که استاد زنده بود و تعلیم و تدریس مشغول بود. پس حضرت امام در یک مدت اندکی بعد از وفات استادش مکتب تعلیمی فقهی ردایی ساخت که چنان عالم‌ها چنان بزرگانی را و عرصه هستی خارج ساخت و عالم علم خارج ساخت که مسلمانان را از هوا و هوس، از راه بد، از فتنه و فساد توانستند که نگه بدارند و در چارچوب لا اله الا الله و محمد رسول الله محفوظشان بدارند و این علم عزیزه، این دین عزیزه تا زمان ما شمل و حرک چشم بیارند و رسانند. حضرت عبدالله ابن مبارک شخصی که تمام معاصی‌هاش حتی امیرالمؤمنین در حدیث میگفتند. تا شخصی معتبر و معروف است، بسیار بزرگ است. وقتی کتاب رجال را معاینه میکنید قدر صفتی که در حق حضرت عبدالله ابن مبارک آمده است باور کنید یعنی احتیاج و تعریف و توصیف ندارد. همین شخصی بزرگ یک مدت شاگردی حضرت امام اعظم ابو حنیفه را اختیار کرد. بیان می‌سازد اختلفت فی البلاد، شهرهای زیاد میگه داشتم اختلفت فی البلاد بعد گشتن شهرهای زیاد مثلا در هیچ مکان و در هیچ زمان در هیچ جای از امام اعظم ابو حنیفه فقیه‌تر کسی را نگفتند. حتی بیان میکند فلم اعلم اصول الحلال والحرام حتی لقیت ابو حنیفه. خیلی قدر خود میگه اصول حلال و حرام کره یاد نگرفتم، از اصول میشنم تا زمانی که حضرت امام اعظم ابو حنیفه را نخوند و حضرت امام مرا میگه با اصول آشنا کرد. یعنی علم واقعی را من حضرت امام اعظم ابو حنیفه داشت. كنا نختلف إلى مشارق الحجاز والعراق فلم يكن مجلس أعظم بركة ولا أكثر نفعا من مجلس الإمام رحمه الله. در زمان جمهوری ما میگه شهرهای زیاد میگشتیم از نزد علما و مثلا شیخ‌های زیاد تعلیم علم گرفته، اما در هیچ جا و در هیچ مکان مجلس نافع‌تر و با برکت‌تر از مجلس حضرت امام اعظم ابو حنیفه در نیست. اینا اقرارهای شخصی هست که امیرالمؤمنین در حدیث نام گرفته. جالست الناس فلم ارى احدا، با مردم بسیار نشسته خیز کردن میگن، با علما بسیار شیشته خیز کردن، فلم ارى احدا اعلم بالفتوى منه غلب على الناس بالفقه والفقه والعلم والصيانه والديانه وشده الورع.
از حضرت امام اعظم عالی‌تر و فتوا کسی را ندید. از تمام مردای عصر زمان خویش میگه و ذهن تیز و علم و فقه و محفوظ ماندن از حرام و از کارهای نامشروع و با تقوا شدت برق تک میده. حضرت از همه بالاتر و بالاتر. حتی درباره اختیار رفتیم و هیچ اختیار کردن اولاتر است. در رازی عبدالله ابن مبارک وقتی سخنش شدم حضرت گفت لیس احد احق ان یقتدی به من ابی حنیفه. هیچ کس در جایی که امام اعظم ابو حنیفه هست هیچ کس مستحقی مقتدا بودن نیست. کسی حق نداره. همیشه مقتدا حضرت امام اعظم ابو حنیفه است. لأنه كان إماما تقيا ورعا عالما فقيها كشف العلم كشفا لم يكشف أحد. زیرا که تمام صفت‌های این یومن با است و در این چون تشریح‌هایی کرد چون اصول‌هایی را مطرح کردیم قبل از اون کسی نکردن. حقیقتا اگر ببینید علمایی که واقعا خداترس هستند این را به خاطر خدا خواندیم عربدجو و دعواگر نیستند همه اقرار میکنند. حضرت امام شافعی که خودش صاحب مذهب است ببینید صاحب مذهب است. در مذهب او مثلا همون بعضی چیزایی که ما قبول نداریم موجود هستند. یعنی اختلافات باعث رحمت ملت است در میان ما و میان مثلا شافعی مذهب زیاد است. مثل که اونا آمین بلند میگویند آمین بلند اولاتر میکنند بهتر میکنند ما آمین پست است. اونا رفع یدین میکنند ما رفع یدین نمیکنیم. هستند اختلافات. اما حضرت امام شافعی را ببینید عالم ربانی که هست میگه الناس قيام في الفقه على ابي حنيفه. تمام مردم اگر قرارش از تمام مردم علما است. یعنی علما در علم فقه همه محتاج امام اعظم ابو حنیفه است. لم ارى احدا افقه منه. کسی را میگه به درجه فقه او ندیدم. از او فقیه‌تر کسی را در ندیدم. اگر چند که حضرت امام ندید از امام شافعی من ينظر في كتب ابي حنيفه لم يتبحر في الفقه. هر کسی که در کتاب‌های حضرت امام اعظم نظر نکرده باشد از روایات این امام بزرگ اگر خبر نداشته باشد او حدیث در علم متفقه نمیشه. او حدیث با علم کلام نمیشه. در حاجی این برادر داریم چند مدت در قزاقستان بود. در روز میگه در اثر همین مسئله هم دعوا شد. چی مستحق است به امامتی در قزاقستان؟ در قزاقستان که شافعی مذهب هم زیاد هستند، حنفی‌ها هم زیاد هستند. مردم خطاط شمالی اکثرشون شافعی مذهب هستند. داغستانی‌ها، چچنی‌ها شافعی مذهب هستند. و یک نفر خیست و گفتی مردم که پیروان مذهب امام اعظم ابو حنیفه هستند مستحق به امامت علی هستند. میگه خیلی همون چچنی‌ها را قبول دارن. میگم طالبی نه تو آنی اعظم معنی خودی میگه او اعظم است. البته درست ببینید مردمی که مذهب شدیده است بزرگی این جوانان را اقرار هستند امروز یک پیشنهادان به زعامتایی که پدر و مادر جد و باباش همه حنفی مذهب را از این مذهب خروج کردند. چنین یک امام داریم افتخار تمام عالمی ها است. حضرت وحشی ابن جراح استاد امام شافعی و استاد امام احمد بن حنبل شاگرد حضرت امام اعظم. روایت میکنم از وحشی ابن جراح که فرمود ما رأیت احدا افقه من ابی حنیفه. از امام اعظم ابو حنیفه فقیه‌تر کسی را ندیدم.
ولا رأيت أحدا يصلي أحسن من أبي حنيفة. هیچ مرد را ندیدم که مثل حضرت امام اعظم زیبا نماز بخواند. این سخن وکیل بن جراح است، استاد شافعی و استاد احمد بن حنبل. حضرت هارون بن یزید یک محدثی نمی‌گوید بزرگ است، محدثی کلان است. میگه ادرکت اوفا من الشیوخ. این قولها در تسکیرات الحفاظ علامه شمسیدین سحری و مدرسی که کوی هوایی نیستن، همه اینا حجت دلیل است. ادرکت اوفا من الشیوخ فکتبت منهم. در مد هوا استاد من تعلیم علم گرفته و از اونها علم کتابت کردم. فما رأيت أعلم ولا أورع ولا أفقه من خمسة أفضلهم أبو حنيفة. از همه بزرگتر، از همه عالمتر، از همه باتقواتر، از همه فقیهتری همه 1000 نفر 5 کس بودند. در جای اول ابو حنیفه است رحمه الله تعالی. این مرتبه و منظره این شخص بزرگ. حضرت سفیان بن عیینه، سفیان بن عیینه یک عالم بزرگ بزرگ است، از رفقای حضرت امام در یک عصر زمان می‌زیستند. یکی از شیخ‌های بزرگ علم حدیث است. حضرت میگه لم یکن فی زمن ابی حنیفه بالکوفه رجل افضل منه ولا اورع ولا اعلم. در زمان زندگی امام اعظم ابو حنیفه در همون کوفه که مورمال علما بود، مرکز اساسی علم اسلامی بود، هیچ شخص نه در فضیلت، نه در تقوا و ترس خدا، نه در علم و پایه امام اعظم ابو حنیفه نمی‌رسید. حضرت علامه ابن حجر اسقلانی در تهذیبش از مکی ابراهیم یک عالم محدث بزرگ دیگر روایت می‌کند کان ابو حنیفه اعلم زمانه. حضرت امام اعظم ابو حنیفه عالم‌ترین زمان خودش بود. اصلا تصور می‌کرد که شخص به این درجه و به این پایه‌ها برسد، البته که دشمنش نمی‌شه. بدخواها و بدگوها و بدخواهاش زیاد بشه. خاصتا که حضرت امام همیشه حقیقت بیان میکرد، روی خاطر کسی را نمیدید. دشمنان پیدا شدن که در کفش سخنان و سلام و نجوم میگفتن. دشمنان پیدا شدن که از خفاش بدگویی را شروع کردن. حتی روایت میکنن بار هنگامی حج خانه خدا حضرت امام رحمه الله با محمد باقر رحمه الله که پدر حضرت امام جعفر صادق است واخر امام باقر برای حضرت امام حسن گفت یا ابو حنیفه تو همون شخصی هستی که قول جد ما را رد میکنی و قیاس را یعنی دلایل عقلی را بر قول بابای ما ترجیح میکنی. غرض از بابای حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. گفت خدا میگه برای من قول محمد صلی الله علیه و سلم رد میکنم خدا بیاد علیشن و بله که همون شخص است. ببینید تو این موضوع به سعادت آمیه با میگم آمین بدن گفتن سنت است، آمین پس گفتن بدعت ترک سنت. پس امام اعظم ابو حنیفه و تمام پیروانش که قریب 1 میلیارد را تشکیل میکنن گویا که دست و بدعت ترک سنت زدن میشه. همین گپ متاسفانه تو این موضوع است. اما بی‌شرافت‌ها و بدخواها و بدگوها نمی‌گیرن، تخمشان هست. خداوند تخمشان را بشکنه. حضرت امام گفت یا امام گفت در زمین ما حق‌ها داریم، یک جای مناسب برای خودت اختیار کنی، هر صحبت کنی وقتت قبول کنی. وقتی که امام باقی را شنید و اون مراجعه کرد گفت یا امام زن ضعیف است یا قهر.
گفت زن قوت جسمانی مرد البته که نسبت به زن زیاد است. گفت در تقسیم میراث حصه زن چقدر است؟ گفت حصه زن از مرد 1 برابر کمتر است. یعنی که در صورتی که مرد حصه میگیره و زن 1 حصه میرسه. بیشتر و بیشتر بعد از آن میشه. گفت این قول دینی بابایتون محمد صلی الله علیه و سلم است که ما همه را قبول داریم. اگر ما با قیاس فتوا میدادم با دلیل‌های عقلی فتوا میدادم در این صورت حصه زن 2 برابر حصه مرد میکرد. یه مرد میرود کار میکنه و پول میرود زن عاجزه پشتی پره. اما ما ذره از فرموده بابایت خارج نشدیم. این دینی بابایت از که ما قبولش داریم. با سوالش کرد گفت نماز بزرگتر است از عبادات روزه. امام باقر فرمود نماز روشنایی چشم پیغمبر است. گفت زنی که در حالت حیض یا نفاس قرار دارد نماز و روزهاش اگر فوت شود کدام قضا می‌دارد؟ نماز قضا می‌دارد یا روزه نه؟ حضرت امام گفت روزه را قضا می‌دارد نماز نه. گفت این قول جدیدتر است که ما اختیارش کردیم. اگر ما با قیاس فتوا میدادم در این صورت زنها را امر میکردم که نمازشون قضا بدارم مادام که فضیلت نماز نسبت به فضیلت روزه بیشتر. اما دیدی که ما از قول جدید خارج نشیم. ولی باید با یک سؤال دیگر میتونه باید قضاوت. گفت پیشاب نجیستر است یا منی؟ آبی منی. امام گفت پیشاب واقعا پیشاب نجیستر است. پیشاب وقتی که اگر در لباس صورت کنند تا او لباس آنها شوید پاک نمیشه. در صورتی که آبی منی اگر خشک شود و فرقی و بیست پاک میکن. در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. وقتی خشک شود و سری داخل وقتی دوش بگیرفتیش پاک میشه. از این خاطر حضرت امام محمد باقر گفت که پیشاب نجیستر است. گفت از پیشاب غسل واجب میشود یا از خارج شدن منی؟ گفت از خارج شدن منی. اون معنی قول جدیدتر است. اگر من با استدلال عقلی تکیه میکردم با قیاس فتوا میدادم بعدی پیشاب کردن مردم عمل میکردم که غسل کنن نه بعدی خارج شدن منی. وقتی که حضرت امام محمد باقر استخاره امام اشرف از جای تیز از پیشانش فرصت گفت لعنت بر فتنه‌گران، لعنت بر توورا و تهمتگرا که نسبت به خدمت بزرگ چنین تهمت را می‌دارند. حضرت امام چند درسی هم از امام محمد باقر گرفته است و او هم در زمانه استاداش محسوب میشه. حضرت عبدالله بن مبارک روایت می‌کرد که وقتی میگه به شام رفتن نزد امام اوزاعی، امام اوزاعی که از علمای شام است. حتی که مذهب امام اوزاعی چند مدت عرضی وجود کرده است. در بعضی روایات واسه حتی 200 سال در شام مذهب اوزاعی مروج شد. نویج شد. وقتی که عبدالله بن مبارک که نزد اوزاعی نیست تعلیم علم کردن و شاگرد بود اومد گفت من هذا الرجل الذي خرج من هذا المعتدي الذي خرج بالكوفة يعني ابو حنیفه. کجا عبدالله این مردی که مردی مبتدیعی که در کوفه پیدا شده است کنیش ابو حنیفه است که چی کسند که دست و بیدعت زده است بیدعت کار است. حضرت عبدالله بن مبارک دیگه در جوابش چیزی نداشتن برای قبول می‌کرد. کسی که حضرت امام ندیده باشد با اصول مذهبش آشنا نباشد چقدر میتونه حکم کنه. بعد یک خبر رفتم چند از مسائلی را که حضرت امام اعظم ابو حنیفه مطرح کرده است واقعا در هر مسائل در جواب گفتن اونها نظیر و مانع نداره. حضرت امام او مردم اینا در نزد اوزاعی گذاشتن این رفت بخوام اون مسئله با عشق دارد. بعد خواهد که مصنفش نعمان ابن ثابت است. برش بسید
گفت الان مقام ثابت منبوعم این چی کس از کجا این مبارک رحمان بسیاری که را من نمیشناسم کی است؟ میگه در جواب گفت که شیخ من العراق یک شیخ از عراق است. گفت هذا نبیل من المشایخ این یک شخص بسیار ارزنده و بزرگی از مشایخ است. این حق از نکنیم پیشش باید ازش تعلیم علمی فکر کنیم که من این خلق رو نشان از من را نمیشناسم. ولی که عبدالله بن مبارک در جواب گفت که هذا ابو حنیفه الذی نهیت عنه این همه ابو حنیفه است که تو مرا نهی کرده است که پیشش نرو. این که من چه شخصی بزرگ است. بعد وقتی که خداوند مساعد آورد امام اوزاعی با حضرت امام داره در سفر حج با خوردن و به همدیگر صحبت کردن و از حضرت امام آشنایی پیدا کرد. از نزدیک با حضرت امام وقتی که آشنا شد عبدالله بن مبارک میگه که اقرار کرد گفت فقط رجل بکثرت علمه و رفوع عقله. حقیقت ما به همین وقت حسد می‌کنیم از بسیاری دانش و از عقل بزرگش که خداوند اینقدر علم شده است و اینقدر عقل فراست دارد. حقیقت حسد بریزن نیستند، یعنی که این حسد نیست، یعنی این گناه نیست. مثلا یک مردی را خدا داده است علم موفق شده است یا مال مثلا ثروت زیاد شده است، پس یک مسلمان آرزو می‌کند که خداوند من همه بکنم این حقیقت می‌کند و این موضوعی هم میگه که من همه خدمت بودم به حضرت امام از بسیاری علم و از کثرت عقل که خدا تعالی به او عطا کرده است. و استغفر الله تعالی لقد كنت في غلط ضاجر ملزم الرجل. من میگه از خدای تعالی طلب استغفار بکنم که حقیقتا در یک غلطی فحش کردم که نسبت همین مرد به امور غلط داشتم تهمتش میکردم بس خبر دیگر فإنه بخلاف ما آمدم قانونی زیرا که او را به خلاف اون چیزایی که اصلا خبر آمد رسید از دلیل شد. راستی که وقتم به آخر رسیده است حالی صحبت ما وقت دین نشده است. انشاءالله با هفته آینده در موضوع حضرت امام اعظم ابو حنیفه با شما صحبتی با مفصل خواهیم کرد درباره جریان حیاتش، درباره طعنه و ملامت بعضی کسایی که نسبت حضرت امام اعظم تعویل کردند، سخنهای ناشایسته و ناسزا گفتند. مفصلا انشاءالله صحبت خواهیم کرد. و یک نظمی که در وصف حضرت امام اعظم ابو حنیفه بزرگان نوشتند. حتی بعضی‌ها میگن که صاحب این نظم حضرت عبدالله بن مبارک است. شخصی بزرگ لقد زال البلاد و من علیها امام المسلمین ابو حنیفه. و تحقیق میگه زینت داد بلاد مسلمانان را امام مسلمانان ابو حنیفه رحمه الله. و چی زینت داد؟ بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة. بأحكام كتاب بنشانه‌های علمی و اصولی که مطرح ساخت و فقهی که برای مسلمانان هدیه‌اش کرد پدر فقه اسلامی است. فما بالمشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بالکوفه. حضرت عبدالله بن مبارک میگه که امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه در مشرق نظیر مانند دارد، نه در مغرب، نه در شهر کوفه. اماما صار فی الاسلام نورا امینا للرسول والخلیفه. امامی که در اسلام یک نوری گشت برای مسلمانان، یک رحمت الهی بود و شخصی امانتداری محمد صلی الله علیه و سلم و خلفای راشدین. وقد قال ابن ادریس مقالا صحیح النقل فی حکم لطیفه. حضرت
امام شافعی میگه یک مقال داره صحیح نقل که نقل صحیح درست است و در میان مردم مثل لطیفه باری معروف شد بأن الناس في الفقه عيان على الفقه امام ابي حنیفه. قول حضرت امام شافعی است تمام مردم در فقه، تمام علما در فقه در نزد امام اعظم ابو حنیفه حکم غیار دارند، محتاج و مصلحت و فقه و اصول امام اعظم ابو حنیفه هستند. فلعنه رب لا اعد ورمل على من رد قول ابي حنیفه. پس لعنت خلافات در کسانی که دشمنی حضرت امام اعظم اختیار، لعنت خلافات بر کسانی که سنگ ملامت به سوی حضرت امام میاندازند. خداوند بزرگان را مثل حضرت امام اعظم ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل که در لحظه های بی‌نهایت حساس، در زمانی که اهل هوا خروج کرده بودند، در زمانی که بدعت‌های مختلفه از هر سو بالای مسلمانان آمده بود، توانستند که دین مبین اسلام را از دسیسه ها، از هوا و هوس‌ها، از فسادها نگه دارند و مردم مسلمان را در احاطه و چارچوبه مذاهب اربعه از فسق و فساد محافظت سازند، از اعتقاد بد محافظت دارند. خداوند قصرهای جنتی از براشان در جنت المأوا احراز نماید و پروردگار امتی محمد صلی الله علیه و سلم را که واقعا از این دورهای گرانبها تا امروز الحمدلله استفاده بوده ایستادند و انشاءالله استفاده خواهد بود نسبت این ائمه اربعه وحید طرفدار هواخواه گرداند و دعا میکنیم که خداوند این امامای بزرگی را که واقعا قصر دین اسلامی را زینت و زیر بخشیدند در جوان رحمت خویش مستقر گرداند. انشاءالله با جواب صحبت هفته نماز در مسجد همراه فرزنداش قضا کنند. اگه نام شنه بگیریم انشاءالله خودش فهمید امید است از خدا که من بعد نماز در مسجد خواهد. مرتضی در حق یک برادر دعا کنید که در ساختمان مسجد کمک میکند. خداوند جمیع مراد مقصودهای دینی به دنیا میشه حاصل دهد. در حق برادرانی که در مسجد خدمت کرده ایستاده‌اند دعای خیر کنید. در حق برادرانی که برای مسجد چیزهای ساختمانی را قرض میگیرند دعای خیر کنید. واقعا احتیاج به دعای خیر ما نیست. وعده پیامبر صادق مصدوق است. هر کسی برای خدا از برای خدا یک مسجد بسازد اگر چند مثل نانه یک پرنده باشد خداوند به نام او بنده در جنت المأوا یک کشک یک قصر آماده میکند. دعا میکنه که خداوند در فردوس اعلی همنشین و حق صاحب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم محشور شد. و یک عده برادران از همون روز شنبه که حشر اعلام کردیم الحمدلله تا همه شب گذشته در مسجد به کار مشغول بودند. ما تاکید کردیم برادران از اینکه ساختمان داریم اگر چند به چشم معین است اما یک ساختمان بسیار جدی است که در قفا در حاجتخانه کار رفته ایستاده است. از این لحاظ انشاءالله در حق اینا که دعا کردیم که خداوند مغفرت رحمت کنه گذشته‌هاش و پروردگار خشم از سربلندی دنیا را نصیب و روزی مبیند. همچنین روزی شنبه یک شنبه را با حشر اعلام می‌کنیم. خشم به حال کسی که امکان دارد خداوند تواناییش داده است، تن سالمش داده است، وقتش داده است و فراغتش داده است میآید دست به کار و مسجد میشود. این کاری دنیا همه میگذره برادران، بازار و کجار و دکان همه میرود، همه ایسر منصبین میماند. اما این محنت این کاری که ما در مسجد میکنیم تا زمانی که مسجد برقرار است از اجر ثواب اون ما برخوردار هستیم. خواه در قید حیات باشیم و خواه بعد از وفات ما باشیم.
درستی بعضی پیشنهادات دارن، اما امکان نداریم در افتاب گرمی مردم منتظر نگه داشتن هم قدر از روی انصاف نیست. از همین خاطر یک دعای دست جمعی میکنیم در حق برادرایی که با مشکلی ها گرفتار شدند. واسه همین سوال زیاد آمده است که خداوند مشکلیاشون آسان گرداند و خداوند براشون یک صبر جمیل عطا دارد تا اینکه بفهمند که دنیا خودش داری امتحان است. هر کسی بفهمد که دنیا داری امتحان است، انشاءالله تمام این مشکلیات را پشت سر می‌گیرد و پروردگار در کاراش و کشایش براش عطا کند. خداوند رزق روزی بندگان مؤمن خویش را با راه حلال آماده و مهیا سازد. پروردگار شخصایی را که بی فرزند هستند فرزندهای صالح براشان عطا کند. شخصایی را که بیمار هستند خواه در بیمارستان خواه در خانه‌هاشان خداوند براشان شفای کامل و